سلام به همگی دوستداران طبیعت و ماهیگیری. به گیلان خوش آمدید، جایی که پر از رودخونه‌های ملموس و شگفت‌انگیزه. امروز میخوام 3 تا از بهترین رودخونه‌های غرب گیلان رو بهتون معرفی کنم که میتونید برای صید کولی و سیاه‌کولی به اونجا سفر داشته باشید. میخوایم از جاده پیربازار به سمت زیابر شروع کنیم و حرکت بکنیم. بریم برای ادامه داستان. از اول پیربازار به سمت زیابر حرکت میکنیم. بین مسیر به یه چراگاه عصر میکنیم. یه دشت خیلی وسیعی هستش که توش اسب‌ها رو نگهداری میکنن. خوبه الان یه دونه زرده‌پر برداره بره تو فیلممون هم بیفته. اولین جایی که میرسیم نخاله است. اینجا پر از سیاه‌کولی‌های درشت و زرده‌پرهای بهاریه. چرا؟ به خاطر پادگون‌های بزرگی که داره و همچنین فراوانی پادگون و درخت‌ها و ریشه‌هایی که داخل آب هستش که در کنار سیاه‌کولی و کولی میتونید زرده‌پرهای سایز هم صید داشته باشید. نخاله یه نکته طلایی داره دوستان. حتما اینجا رو یک بار با میگو و نان لواش تست بکنید برای صید زرده‌پر. خالی از لطف نیست. در کنار کولیگیری میتونید زرده‌پر هم صید داشته باشید. رودخونه دوممون رودخونه سیاه درویشان هستش، جایی که آب شیرینش مستقیم به مرداب انزلی و دریای کاسپیان ریخته میشه و اینکه تو تابستون بهترین مکان برای صید کپورهای توپل و آمورهای سایز هستش که میتونید با قایق‌هایی که داخل اسکله‌ها هستن حتی برای قایق سواری و تفریح هم به این منطقه بریم. نه تنها سیاه‌کولی بلکه کپورهای چاق و چله هم میتونیم صید داشته باشیم، ولی تو فصلش که تابستون میتونیم با قایق‌هایی که توی اون منطقه هستن، اسکله‌هایی که موجود هستن، سوار شیم و به مرداب انزلی بریم و اونجا کپورهای چاق و چله صید داشته باشیم. ولی فقط اگر میتونید تو گرما تحمل داشته باشید، چی بگم، میشه در، چون واقعا داخل مرداب گرم میشه. بعد از سیاه درویشان میرسیم به رودخونه کلسر، جایی که سیاه‌کولیاش درشت‌تر و حتی خوشمزه تر از جاهای دیگه است. اینو من نمیگم، ماهیگیرای قدیمی میگن. علتش چی هست من خودم هم نمیدونم، ولی از اکثر ماهیگیرای قدیمی بخواید سوال بکنید میگن سیاه‌کولی و کولی‌هایی که تو رودخانه کلسر صید میشن از همه جاها خوشمزه تر هستش. واقعا جای سوال داره. ببر دیگه زرده‌پر، تو هم ما رو گیر آوردی ها. این منطقه هم که میبینید یکی از رودخونه‌های فرعی گیلانه که اومدم برای صید زرده‌پر. راستی میدونستید کولی ماهی بومی شماله؟ بدن نقره‌ایش و رنگ طلاییش و طعم بی‌نظیرش باعث شده که به یه دونه سوغات آبی تبدیل بشه. واقعا خوشمزه است، واقعا بی‌نظیره. برای یک بار هم که شده امتحانش کنید. بهترین زمان صید کولی فصل بهار هستش و تا پایان برج 3 نهایتاً هم برج 4 ادامه داره، اردیبهشت ماه، که دیگه بعد از اون تخم‌ریزیشون انجام شده. اگر زنده مونده باشن و اگر زنده مونده باشن میتونن به دریا برگردن و سال دیگه دوباره برای تخم‌ریزی مهاجرت کنن. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال رو دنبال کنید و زنگوله رو بزنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.